پسو جان، حالا که اومدی داماد من بشی باید بدونی که ما جدای از شیربها یک کیربها هم داریم. من با کیربها موافقم، بالاخره شما هم زحمت کشید. برای مهریام چند نفر استخدام کردم که پشمای کس دخترم رو بشمارم. با اندازه حلاف موش یه سکه میخواد. پشم کس؟ طبق آخرین آمار 7 میلیون سکه شد. اگه همین الان قبول کنی میدم شمارش متوقف کنم. یعنی کس ماموت هم اینقدر پشمه داره؟ 7 میلیون؟ باشه قبول. به پای هم دیگه کیرشین قربان. خیلی ممنونم. قربان، شب که رفتید به زیر پتو قبل از هر کاری انگشتتون رو مقدار کمی داخل کنید. اگه انگشتتون گیر کرد یعنی شما اولین مراجعه کننده هستید. راهنمای شما یادم میمونه. وزیر اعظم دیشب همین که خواستم دستم رو داخل کنم دستم تا آرنج شلوپستی کرد و رفت تو. به نظرت من مراجعه کننده اولم؟